ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تا اینکه خدای خود را به بزرگی یاد کنید برای اون که شما را هدایت کرد تا اینکه روزه دارید، ختم خوانید، عبادت کنید، صدقه دهید، خیرات کنید، صله رحم را به جا بیارید، عبادت های دیگر را در این ماه بزرگ به جا بیارید. همه این هدایت و راهنمایی الله تعالی هست. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. عید برای مسلمان ها دو جنبه دارد، یکی جنبه ربانی و دیگر جنبه انسانی. یعنی عید ما از دیگر عیدها چی فرق دارد؟ جنبه ربانی به اون معنا است که عید ما به نماز، به عبادت، به سجده، به رکوع شروع می شود. یعنی وقتی که دیگر عیدها رو ببینیم در اونجا دیده می شود که انسان ها برای این عید آماده میشن تا که گناه کنند. یعنی گلی سری سبد اونها عرق است، نوشابه های مست کننده هست. گلی سری سبد اونها فقط رقص و بازی و موسیقی و کنسرت و دیگر کارها است. اما دین ما، عید ما که جنبه ربانی دارد، همیشه به عبادت شروع می شود، به طاعت شروع می شود و جنبه انسانیش این است که ما صدقه فطر داریم. یعنی که همه انسان ها عید میکنند در این روز. برای اینکه کمبغل بیچاره نگوید که فقط این عید خاصی بایها هست یا خاصی ثروتمندا هست، در این روز الله تعالی برای بنده هایش زکات فطر را واجب کرد تا اینکه یک مبلغی کمی هم باشه برای اونها دستاویز شد تا توانند که برای خود، برای دسترخوان خود، برای فرزندان خود یک عیدی آماده کنند و برای هر شخصی که به خانه آنها سر میخلاند یک عیدی آماده کنند. خب آدابی که پیامبر علیه السلام داشتن یا که سنن پیامبر در این روز چی است؟ یکم غسل کردن است. پیش از نماز رفتن انسان غسل میکند، خودش را آماده میکند، تازه میشود. دوم، انسان لباسهای بهترین خود را برای این روز اختیار میکند. اگر تواند شرایط داشته لباس نو میپوشد، اگر لباس نو خریدن اگر شرایط نداشته باشد میتونه که لباسهای کهنه خود را شسته، نقض، گزمال کند، بعد به عید براید. یکی دیگر سنت های پیامبر، پیش از خروج از خانه برآمدن انسان باید که یکون چیز خورد. در حدیث انس آمده است که پیامبر علیه السلام خرما میخوردن. یکی دیگر از سنت های عید این است که انسان پیش از خانه برآمدن به نمازگاه رفتن یکون چیز میخورد. حدیث انس است که پیامبر علیه السلام در اون روز یک چند خرما میخوردن. یعنی کسی خرما داشته، خرما نداشته باشد، هر چی خورد، مهم یکون چی خورده برآمدن یک سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ابن حجر میگه که برای خاطر اون که دیگر دانسته شد که دیگر روزه نیست، روزه دیگر تمام شد و ما استقبالی عید داریم، بنابراین استقبال عید را با خوردن یک چند خرما شروع میکنیم. یکی دیگر سنت عید این تکبیر است که از ابن عمر و دیگر صحابه های بزرگ پیامبر آمده است که آنها از خانه خود تا نماز رفتن تکبیر میکنند، تا امام بالای منبر برآمدنش برای خطبه کردن تکبیر میگفتند. اگر هم که امام در بالای منبر تکبیر میگفت با تکبیر آنها همراه میشدند، چون که اصلا این فرموده الله از گفت که ولی تکبروا الله علی ما هداکم، تا اینکه خدا را به بزرگی یاد کنید. بنابراین از نماز شام بیگاه عید شروع می شود وقتی تکبیر گفتن تا وقتی که امام نماز عید بالای منبر میبرد تکبیر گفتن. یعنی که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و تا بعضی صحابه میبرمدن یا اینکه علمای تابعین میبرمدن در بازارها در کوچه تکبیر میگفتن، بعد آدمار میدن که خاموش هم میگفتن که شما رو چی شده که تکبیر نمیگید؟ این سنت است. الله تعالی من گفت که تکبروا الله علی ما هداکم، یعنی خداوند شما رو دستور میداد که اینجا تکبیر گویید، خدا رو به بزرگی یاد کنید و صیغه‌اش فرق ندارد. میشه که الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. یکی دیگر از سنت های این روز یعنی به یک راه رفته از راه دیگر آمدن. میگن که در حکمتش یعنی با بسیار انسان رو سلام علیک کردن، از اونها رو تهنیت کردن، از با اونها یعنی که خوشی های حیات رو آرزومند شدن است. و یکی دیگر از سنت های این عید تهنیت یک دیگر است که صحابه وقتی که یک دیگر میدیدن در روزهای عیدی میگفتن که تقبل الله منا و منکم، یعنی که عیدکم مبارک، یعنی که عید مبارک. به همین اصطلاح دیگرشون تبریک و تهنیت میگفتن که این هم یک چیزی طلب انسانی است. انسان یعنی که این چیزا وقتی که از یک کس شنید خرسند میشد، یعنی که احساسی خوشحالی میکند که برادرش برای وی دعای خوب داره، برای برکت طلب کرده از الله تعالی.
دوستان اینقدر بود این بعضی آداب و سنت‌هایی که برای شما بازگو کردیم و بار دیگر شما رو به عید تبریک میگیم. الله تعالی عید شما رو مبارک گرداند، طاعات و عبادتانی که در رمضان کرده قبول گرداند و از جمله آنهایی گرداند که در این ماه از آتش دوزخ آزاد کرده شدند و از جمله آنهایی گرداند که در روی خط آنهایی که از آتش دوزخ آزاد شدند نامهاشون نوشته شده است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.